آنکه عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی. پیامبر ما هم که جهان در حقیقت شیدای صحبتاش بود، اونم وارد خانه که میشد به عایشش میگفت کلمینی یا حمیرا، ای گل سرخ من با ما حرف بزن. اونم این محبت رو داشت. اصلا محبت داشتن نسبت به زن علامت تقواست. متقیه که با زنش خیلی خوبه، چون اصلا جای دیگه برای ابراز احساسات و عواطف نداره. یه چشمچران، یه هوسران، یه کسی که صبح تا شب دنبال فساد و فحشاست، با زنش خوب نیست، چون اصلا محبت نداره، فقط شهوت داره. این شهوت هم یه جای خالی کرده، راه نامشروع، حالا چیزی برای گرم شدن کانون خانواده نداره. ولی اون کسی که متقیه محبت داره، نه تنها شهوت، محبت واقعی داره، لذا همسرش رو دوست داره، مرکز احساساته، مرکز توجهاتشه. اتفاقا میگن هر کسی زنش رو بیشتر دوست داره، البته در اون حدی که شریعت تعیین کرده، در اون حدی که به منکر گرفتار نشه. زن یک تقاضاهایی یه وقتایی داره که در حقیقت ممکنه که از حد شرعی پا رو فراتر بذاره، اونجا نه، چون اونجا باید خدا رو بیشتر دوست داشته باشی. ولی یه جاهای دیگه زن رو دوست داشتن علامت تقواست و اصلا این بد نیست.